بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ارائه مقاله علمی خودم تحت عنوان جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان خواهشی را از سخنرانان محترم در این نشست علمی دارم که تلاش بکنن که بر احساسات و عواطف خودشون غلبه داشته باشن و از موضع‌گیری‌های سیاسی داخلی و یا خارجی که برخلاف مصالح ملی کشور ماست خودداری بکنن. همونطوری که عرض کردم عنوان مقاله من جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان هست. به نظر میرسه که قرن حاضر متفاوت از قرنهای گذشته، یک تغییر اساسی در مشخصه‌های استراتژیکی محیط بین المللی حاصل شده که آن را از مختصات محیط جهانی قبل از اون کاملا متمایز می‌سازه و آن مشخصه حرکت‌های شتابدار و تغییر و تحولات شگرف سیاسی و استراتژیک قرن حاضر است که فراتر از رقابت‌ها و جهتگیری‌های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی قرن گذشته است. الگوی برخورد قدرت‌ها و الگوی موازنه قوا در نظام بین الملل دوران قدیم عمدتاً بر احاطه هدف‌های ژئوپلیتیکی و تقسیم بندی‌های ژئواستراتژیک در محیط بین الملل دوران جنگ سرد 1945 تا 1991 فروپاشی شوروی همراه بود. یعنی بین قدرت‌های مسلط جهانی آمریکا و متحدانش و اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمارش رقابت‌های شدید ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی وجود داشت و هر کدام تلاش می‌کردند که به حوزه‌های یکدیگر دست درازی کنند. ولیکن مشخصه جدید آن است که الگوی برخوردهای ایدئولوژیکی و اقتصادی فراتر از جهتگیری‌های سابق ژئوپلیتیکی در حال عمل کردن است. یعنی برخوردها جنبه تمدنی، فرهنگی، ژئوکالچر پیدا کرده و توسعه حوزه‌های فرهنگی، تمدنی و اقتصادی برای قدرت‌های معاصر همکنون مطرح است و مناطق تماس قدرت‌های جهانی را ماهیت اقتصادی، تمدنی و قدرت نفوذ و تأثیرگذاری فرهنگی اونها تعیین می‌کنه. به صورتی که می‌توانیم بگوییم که ماهیت فرهنگی و تمدنی قدرت‌ها و توسعه حوزه‌های ژئواکونومیکی قدرت‌های جهانی بر ماهیت ژئوپلیتیکی قبلی اونها غلبه پیدا کرده و قدرت‌های جهانی در عصر حاضر تلاش می‌کنند با ملاحظه این نگرش معماری و مهندسی محیط استراتژیکی جدید جهانی را ساماندهی کنند. طرح‌ها، نقشه‌ها و الگوهایی را که برای شکل‌دهی جغرافیای سیاسی مناطق بحرانی جهان طراحی می‌کنند، همچون خاورمیانه بزرگ، همه ناظر بر پیدایش مفاهیم جدیدی از قدرت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت. برخی از متفکران جهانی
اذعان می‌کنند که همکنون شرایط محیط بین المللی در حال ناپایداری استراتژیک و تغییر و تحول قدرت در مقیاس جهانی به صورت سیال و در مرحله گذراست. همین متفکران بیان می‌کنند که همکنون 6 فضای استراتژیک برای جهان معاصر تصور می‌شود. 1. ادامه وضعیت فعلی جهان. 2. تک قطبی شدن جهان. 3. تشکیل قطب‌های قدرت‌های منطقه‌ای. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای همکنون مطرح است و به حول و قوه الهی به عنوان یک واقعیت ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای، هم قدرت ایدئولوژیکی، هم قدرت سیاسی و انشاءالله به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در بعد اقتصادی به این سمت حرکت می‌کنیم. و یا شکل‌گیری پیمان شانگهای را که بین روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی که ایران و افغانستان و هند هم به عنوان ناظر هستند، اگرچه این پیمان اول ماهیت اقتصادی داشت ولی همکنون به سمت امنیتیش داره حرکت میکنه، میتواند این پیمان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و حتی قاره‌ای ظهور پیدا کند که شکل 4م را تشکیل قطب‌های قدرت قاره‌ای، مثلا در قاره آسیا یک قدرت بزرگ جهانی شکل گیری بکند. و 5م تصور اینه که جهان به سمت چند قطبی شدن حرکت خواهد کرد. و 6م جنگ تمدن‌ها. در بخش چند قطبی شدن جهان برخی از متفکران این گونه می‌اندیشند که قدرت جهان اسلام به عنوان 57 کشور اسلامی می‌تواند طی 50 سال آینده با ظرفیت بالایی که از نظر ژئوپلیتیکی، ژئوکالچر، ژئواکونومیک داره، این 57 کشور جهان اسلام که عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند می‌توانند و این استعداد را دارند که تبدیل به یک قدرت بزرگ جهانی بشن. من قسمت دوم صحبتم اهمیت خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهانه. با توجه به فرصت کمی که دارم و مزاحم نماز اول وقت شما هم نمیخوام بشم، به نظر میرسه طی چند دهه آینده مهمترین منطقه استراتژیک جهانی، بلکه به تعبیر جغرافیدانان سیاسی منطقه خلیج فارس و کشورهای پیرامونی آن هارتلند جهانی را شکل بدهند. عوامل تشکیل دهنده این منطقه استراتژیک را به صورت مختصر من این گونه بیان می کنم. 1. موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی منطقه خلیج فارس، منطقه‌ای که محور ارتباط اروپا و آفریقا، آسیای جنوب غربی تا جنوب شرق آسیا است. 2. وجود ذخایر استراتژیک نفت و گاز که تا سال 2005 62 تا 65% ذخایر نفت اثبات شده جهانی را در منطقه خلیج فارس وجود دارد و 42% ذخایر اثبات شده گاز جهان در کشورهای پیرامونی که از نظر ذخایر نفت عربستان، کشور عربستان با حدود 22 تا 23% ذخایر نفت جهان مقام اول را دارد و ایران مقام دوم را دارد، عراق مقام سوم و کویت مقام چهارم را دارد و در بعد ذخایر گاز ایران مقام اول را دارد و قطر مقام دوم را. 3. موقعیت ژئوکالچر و تأثیرگذاری اعتقادی و فرهنگی این منطقه بر جهان اسلام و بر
بشریت. واقعیت آن است که قلب اعتقادی جهان اسلام مکه و مدینه در این منطقه است و قلب سیاسی جهان اسلام به عنوان جمهوری اسلامی ایران در این منطقه که با توسعه فرهنگ اسلام سیاسی، اسلام مخالف با ظلم و زور، مخالف با رژیم‌های استکباری همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی، این ایدئولوژی اسلام سیاسی که تبدیل به یک ساختار سیاسی، تبدیل به یک دولت و نظام مردم سالار دینی شده، از این منطقه به کل منطقه خاورمیانه و جهان اسلام داره توسعه پیدا میکنه. و چهارم، اهمیت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، چه حمل و نقل تجاری. شما میدانید بیش از 80% حمل و نقل جهانی را حمل و نقل دریایی است و همچنین حمل و نقل نظامی. امریکایی‌ها برای که از اون ور دنیا بیان، چه در جنگ دوم خلیج فارس، بیرون کردن عراق از کویت سال 90-91، یا در جنگ اخیر 2003 به بعد، تمام نیروهاشون را با ناوهای جنگیشون از اون ور دنیا آوردن در منطقه کویت پیاده کردن و بعد از اون منطقه به صورت زمینی به سمت عراق رفتن. این منطقه از نظر حمل و نقل نظامی و تجاری از یک موقعیت بالایی برخورداره. پنجم، به اعتقاد من عدم ثبات سیاسی در برخی از کشورهای منطقه. و ششم، بازار مصرف کالا. حول و حوش منطقه خلیج فارس همکنون بیش از 130 میلیون جمعیت است. این جمعیت کالای زیادی را از خارج میارن و در این کشورها مصرف میکنن و یکی از پرفروشترین یا پرخریدارترین سلاح در کل جهان کشورهای جنوبی خلیج فارس هستند. بنابراین تو کالاها باید فروش سلاح‌ها را به خصوص از جانب امریکا، بعضاً روسیه و کشورهای اروپایی جزء این مشخصات استراتژیک این منطقه باید بنامیم. جمع‌بندی صحبت من این که منطقه خلیج فارس به عنوان قلب جهان اسلام و ایدئولوژی نجات بخش برای همه بشریت مطرحه و خلیج فارس با داشتن بالاترین ذخایر انرژی نفت و گاز برای سالهای طولانی از یک اهمیت استراتژیک برخورداره. و من در پایان صحبتم چند دقیقه راجع به ایران عرض کنم و مصدق اوقات شما نشم. جمهوری اسلامی ایران با داشتن یک فرهنگ و تمدن کهن چند هزار ساله، من به شما عزیزان و دانشمندان، اساتید عزیزم و دانشجویان عزیزی که در این جلسه هستند عرض کنم، اکثر کشورهای جنوبی خلیج فارس از یک سابقه استقلال سیاسی کمتر از 100 سال برخوردار هستند. نمیخوام من وارد جزئیات بشم. ایران یک کشور کهن، یک تمدن، یک علم و مدنیتی است در مقیاس جهانی و اصلاً قابل رقابت نیست این بخش فرهنگ و تمدن ایران که با خلیج فارس گره خورده است. ایران بدون خلیج فارس مفهومی ندارد و خلیج فارس یا خلیج پارس با نام ایران برای همیشه تاریخ گره خورده است. دوم اینکه جمهوری اسلامی با داشتن یک حکومت مقتدر سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی، یعنی جمهوری اسلامی، برای همیشه به عنوان یک قدرت بزرگ در این منطقه وجود داره و هیچ
تغییر و تحولی رخ نمیده بدون اینکه ملاحظات ایران یا سهم ایران یا وزن ایران را در نظر بگیرند. و سوم، ایران با داشتن طولانی ترین ساحل در شمال خلیج فارس و دریای عمان، ما 2025 کیلومتر از دهانه اروند تا خلیج گواتر ساحل داریم و این ساحل طولانی تسلط ما را بر خلیج فارس و تنگه هرمز میرساند. ایران با داشتن یک جمعیت 71 میلیون نفری برادر بزرگ و قدرت بزرگ این منطقه هست و ایران سهم اساسی را در شکل‌گیری امنیت این منطقه و تضمین ثبات امنیت این منطقه و صلح و آرامش در این منطقه با داشتن یک قدرت بزرگ سیاسی و نظامی و اقتصادی دارا می باشد. من امیدوار هستم که قدرت‌های فرامنطقه‌ای که سالهاست به این منطقه چشم دوختن برای ذخایر نفت و گاز و مسائل سیاسیشون این را کاملا درک بکنن که جمهوری اسلامی ایران تضمین کننده ثبات، صلح و آرامش در این منطقه است و هیچ قدرتی، حتی قدرت فرامنطقه‌ای، بدون ایران نمیتواند در این منطقه ملاحظات خودش را و امنیت قدرت‌های فرامنطقه‌ای را با زور و تسلط نظامیگری برخوردار کند، بلکه امنیت این منطقه با مشارکت ایران اسلامی و کشورهای جنوبی خلیج فارس و بدون حضور نیروهای اشغالگر خارجی تضمین خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.